کجا میری؟ باغ میرم. باغ میرم. چه؟ باغ برای تو چیه؟ درم که برای تو بختیار ندیم میگی. نه جناب. برای تو درسات تیار کن برای جیم سرگران نکن. آخه برای درس بخوان جان تا چی جوره برای اینجا. درس رفتم. برای اینجا. چه گفته که خیره؟ میرم. ایجی بیا. ایجی بیا. نه او باغ رفتن تا چی فایده؟ نه آخه برای مکتب بخون. معلم شو. آینده معلم کشیدی 100% درس میتیه بچه. فهمیدی برای درس بخون. آینده تو فکر کن. برای اینجا. شد. ما میرم. کجا میری؟ باغ میرم. ولا. ایجا بیا. گوش کن. با این دشت صحرا همش غارو غپای فهمیدی؟ با این یکی تو درگاه خور بغلطی. با آتاشی تو چی میگم؟ ایله بچه وقتی بابیش رفت در غار غلطید فهمیدی؟ بابا میگم خودم غلطیدم. پشت کارون آیجا نه گفته که گنده میرم. اوفه بیا اینجا بکن میرم سخت بکن با درگاه جان غلطید آمدم گفته که خیریه سرگردان شدم در خانه در سکات تیار کنیم محمد یک کاسه دوغ به تیات بخری دام بگیری قاعد دولتی با بیده اوفه شیدک سرته همین کوتلی را با چی کشیده برا روم تا یا خودت برا کم احتیاط شده که بچه به قوتی خودت کلان شده کم پرتاوی رو حس بکنم سفید شدم شما یادم که پیر مرم که در امانی هر چند سیکم بدید یکی نام زمان قهوه کنی بچم بیشتر سفید دار با جوانا محتاجه فهمید؟ عبدالله عبدالله چی دو اوجه رفته؟ غلطیدی اخیر کاری خط کردی ها؟ ته دسته ایسا ته دسته آها دست دراز کن دست دراز کن ها بیا یا غیرت کن ها امونیا بچه من نوکی پاشمو بکن نوکی پامو بکن نوکی پاشمو بکن دست دراز کن بچه تو سنی محمد رفتگی اگر سنی بابید میرفتی ولی خودت اینجا میرامدی اولش که نمیگلتیدی ولی به عبدالله بقف نکنو مالو که بقف اون سرین مال بقف بچه یک دست دراز کن نه اینا بیا بایا ویلم تکه پی بابی تکی نمیگیره گفتم در همون خانه بشه دردی سر بدید گوش کن بچه من میرم گومانو سر میتون باشم بندی همون گومانو میارم همون بانقدر ترایجه کشیده میرارم میشه از یک دم دردی سر
در همون خانه بشینیم عبدالله ما تو خواترم بچه با تا آمدن مرا یگان جا نروی